کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر کلاب برای آماده نمودن به موسم آبیاری ساحه کشاورزی کارهای معینی را انجام دادند. در این مدت شبکه‌های آبدهی در مساحت 38500 متر مکعب زهبور و زهکشا را تازه نمودند. باید تذکر داد که کارمندان مهندسی تکنیکی مؤسسه انشاءات‌های هیدروتکنیکی آبدهی و شبکه‌های آبچینکنی را در مهلت‌های مقرر گردیده از تأمین خوش‌صفت پورا برآوردند. کارخانه مذکور 4 عدد تکنیک‌های زمینکن و ساحوی را برای موسم پورا آماده نمودند که امروزها در نقطه‌های لازمه کارهای مقرر گردیده را برای آبیاری کنی زمین‌ها پیش برده ایستادند. طبق نقشه 5787 گکتار زمین ما شهرنامه می‌بندیم تا موسم آبیاری ما کارهای تازه نمودن زهبور زهکش را به انجام می‌رسانیم و با خودجگی دهقانی آب تامین می‌نماییم. ضمن صحبت متخصصان و راهبریت اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر کلاب اطلاع دادند که برای موسم امساله با آب تامین نمودن کشاورزان شهر پورا آماده میباشند.